فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا افشین پرسیدن قسم خوردن در معامله چطوره؟ قسم خوردن به صورت کلی یعنی بدون نیاز خودش یک به اصطلاح کراهت شرعی داره، جایز نیست. یعنی تا زمانی که انسان مجبور نباشه نباید قسم بخورد، که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر میخواد قسم بخورد یعنی مجبور هست، یعنی این کان حالفا یعنی به درجه این رسید که باید قسم بخوره، پس به نام الله قسم بخوره، وگرنه ساکت باشه، به نام غیر الله قسم نخورد. قسم خوردن بیجا بدون دلیل شرعی و بدون اینکه کسی از اون بخواد، این خودش از نظر شرعی به اصطلاح جایز نیست و انسان نباید چنین قسمی را بخورد. و قسم خوردن در معامله برای اینکه معامله ای را یک کالایی رو بر کسی دیگر غالب بکند، این خودش یک از گناهان کبیره هست. رسول الله صلی الله علیه و آله یک از مواردی را که جزء گناهان کبیره هست، یا اگر اشتباه نکنم در لفظ حدیث این آمده که الله متعال به اونها نگاه رحمت نمیکنه، یکی این است که المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اون کسی که کالای خودش را با قسم دروغ بر دیگران غالب میکند. این قسم خوردن خودش یک گناه است و این تدلیسی که در اینجا، فریب کاری که در اینجا یعنی صورت گرفته، یک گناه دیگر است. و خود این عمل یعنی قسم خوردن در معامله بدون اینکه نیازی برای قسم خوردن باشه، این جزء گناهان کبیره است. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.